أينما كنا أينما. در توصیه نبوی علیه السلام به امتش فرمودن چیزی که بیش از همه بر شما ترس دارم و می ترسم که خدای نکرده شما دوچار اون بشید، شرک اصغر است، شرک کوچک. ترس دارم خیلی. پیغمبر علیه السلام غمخوار امت بود، دلسوز بود، دل می سوزند. میگه من می ترسم بر شما از شرک اصغر. سوال کردن شرک اصغر چیه؟ شرک کوچک چیه؟ فرمودن ریا. ریا شرک اصغر است که انسان بیاد عملش رو زیبا بکنه، آراسته بکند کار خودش، عبادت خودش به خاطر دیگران، به خاطر مدح و ثنا و تعریف و مصلحت و جایگاه و قدر و منزلت و هر چی باشه غیر از خدا و ثواب الهی و خوشنودی خدا. ریاست. حالا ما نماز باشه، روزه باشه، زکات باشه، حج باشه، صدقه باشه، تعلیم و تعلم باشه، امر معروف نهی از منکر، هر چیزی، هر عبادتی که محض برای خدا بایستی باشه بیان غیر خدا رو دخالت بدیم، برای غیر خدا تلاش بکنیم، ریاست. و ریا شرک اصغر است. و شرک اصغر درسته که گفته شده شرک اصغر، علما برینن که شرک اصغر جزو گناههای کبیره است، اما شرک اصغره. چرا؟ چون ما دو نوع شرک داریم. یه شرک اکبر و بزرگ است که اگر کسی دوچار شرک بزرگ شد از دایره ملت اسلامی و دین مبین اسلام خارج می شود، کافر است. شرک اصغر از دایره ایمان خارج نمیشه، اینه کافر نمیشه، اما جزو گناههای بزرگ و کبیره به حساب میاد. پیامبر فرمودن علیه السلام من ردته الطیره عن حاجته فقد اشرک. نمونه کسی که طیره به فال بد گرفتن، نحس دانستن یه چیزی رو، وی رو از این که بره دنبال حاجت و کاروبارش باز داره، او شرک به خدا آورده. اینا جزو شرک اصغره، جزو گناههای بزرگه. یعنی چی؟ منظور حدیث چیه؟ ممکنه یه نفر تصمیم گرفته یه کاری انجام بده، مسافرت بره، ازدواج بکنه، بچه‌شو به ازدواج در بیاره، مسائل گوناگون. یه دفعه یادش میاد، نمیدونم گفتن امروز روز فلان است، روز نحسه، ماه فلانه، ماه سفره، صدای پرنده‌ای، صدای کلاغی مثلا میگی، اینا باعث میشه که وی رو باز داره بگه نه اینا همه نحسن، من امروز این ماه به خاطر این صدا، به خاطر این فلان این کار رو انجام نمیدم. اینو شرکه. کجاست توکل بر الله جل شأنه؟ کجا ایمان به قضا و قدر؟ کجا ایمان به این که الله که مالک است و مدبر است و برنامه ریز است و همه چیز به دست اوست؟ صدای کلاغ و نمیدونم روز چهارشنبه و ماه سفر و فلان و اینا کجا نحسن؟ اینا چه دستشونه؟ اینا مخلوقن، اینا ظرفن، کاری به اون تقدیر و سرنوشت من و تو ندارن. این یه نوع شرکه. یه در روایت دیگه به عنوان مثال فرمودن من حلف به غیر الله فقط اشرک. کسی که به غیر خدا قسم بخوره شرک آورده، جزو شرک اصغره. اگر کسی میخواد قسم بخوره، قسم به الله بخوره، قسم به پیر و پیغمبر و مسجد و قبله و فلان و بهمان، اینا درست نیست. قسم اگر انسان میخواد بخوره نخوره، اگر هم خواست بخوره بگه والله بالله، قسم به قرآن میخوره. بله قرآن کلام خداست، مخلوق نیست. قرآن اگر کسی بهش قسم بخوره درسته، چون قرآن مخلوق نیست. قرآن مثل مسجد نیست، قرآن مثل کعبه نیست. اینو بدونید. ما قسم وقتی میخوایم بخوریم نمیگیم قسم به کعبه، میگیم قسم به رب کعبه. چرا؟ چون کعبه مخلوقی از مخلوقات الله جل شأنه، نه صفتی از صفات پروردگار است. اما قرآن کلام رب العالمین است. قرآن مخلوق نیست. خداوند به جبرائیل وقتی وحی کرده، جبرائیل شنیده کلام رب العزه، صفتی از صفات، همونطوری که ما مثلا قسم میخوریم میگیم به عزت پروردگار. به قرآن یعنی به کلام خداست. ابلیس میدونست، آدم جاهلی نبود اما مستکبر بود. ابلیس متکبر بود. وقتی قسم میخوره، قسم به چه میخوره؟ به عزت الله. میگه قال فبعزتک. اینه که مواظب باشیم دوچار شرک نشیم،
نه ریا، نه رنگ، نه تظاهر.